از بسیاری برادرها که از دیگر برادرهای موضوع تمام مسئله را ویران میکند. موضوع اساسی چیز موضوع است، اساسی چیز موضوع است. برای من الله این یک نمونه بود، این تنقیدی گپ زدنی برادران نبود. خیر هر یک انسان خطا میکند. ما در دعوتمون یکی از برادرها به من خبر دادن و خودی من هم گوش کردم که یکی از برادرها گفتن که شیخ ابو محمد مدنی درباره اینکه کرسی را در یک جای در بالای آب در جای پایان آب گفته است. بله قسم این خیلی سخنها را گفتن، این قول ضعیف است و این یک سبقت اللسان از من است و این خطاگی من است که در بعضی حالت سبقت اللسان در من وجود دارد. من این در خودم مشاهده کردم که وقتی که بسیار صحبت میکنم بعضی چیزها را از زبانم اگرچه قصدم دیگر است زبانم دیگر میبرد. لیکن قول راجع در این مسئله همین است که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است، عرش در بالای آب است و در زیر آب کرسی است. یعنی اول کرسی بین کرسی و بین آب 500 سالینه راه است، حتی علما اینش میگن. و بعد از این آب و بین آب و بین عرش یعنی خیلی یک مسافه بزرگ و بعد از این عرش است و در بالای عرش الله سبحانه و تعالی. ابو عبدالرحمن همین مسئله که من شما گفته بودم که چیکار مقصد همین چیز نشون ندهند چیدم نه اگر اینجا باشه در فهمید برادر ما اوج فهمیدم ان شاء الله که برادر بیان میگم. الله يسلمك حياك الله اخي الكريم وبارك الله فيك. الله همه طالبین اهل سنت و الجماعت حس کند و همه ما را به هم دیگر یک آینه قرار بدهد. چه که پیامبر میگن المؤمن مرآة المؤمن، مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. ما موحدین وقتی که با همدیگر میشینیم با همدیگر صحبت میکنیم همدیگری رو کم نمیکنیم، کامل میکنیم. کامل یعنی با نصیحت. الدین و النصیحه لله و لرسوله و لائمه المسلمین و عامتهم. حالا امروز باذن الله سبحانه و تعالی بیاید برادرای عزیزم از وقت استفاده کنیم حلقه سیوم از شرح کتاب اصول سته رو بگیریم و بعد از این البته با سوال جواب و چیز دیگری رو ادامه میدیم. یک لحظه خواهش میکنم در وقت صحبت برادرایی که در بالا هستین امن صحبت یا نکنین یا مقصد قطع نکنین. خواهش میکنم. الله برکت شیخ عزیز. اما به فکرم تکرار خوب است زیرا که بعضی کسی یعنی انتنش میپرتد و غیره دیگر رو خلال میرسند. بارک الله. برادر انشاءالله. سلام. بله ابو مریم هستن دیگه برادر. ابو مریم و برادر حنیف. شیخ حنیف حفظک الله. شیخ حنیف بالاخره برادرها پایین شوین. شیخ حنیف بالا باشین. بارک الله. حفظک الله. تیگر کی است؟ تیگر تمام محکم بهترین. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سوم از شرح کتاب اصول السته اصل های ششگانه است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه اولین این اصل را به شما بیان میکنیم. اصل اول همین است که شیخ الاسلام رحمه الله گفتند الاصل الاول اخلاص الدین لله تعالی وحده لا شریک له. اخلاص دین یعنی همه دینه خالص به الله سبحانه و تعالی یگانه به او انجام دادن. در اینجا دین را علما میگن به معنای عمل است. همه عمل رو تنها به الله انجام دادن، همه عبادت و عمل رو به همون الله که یگانه است، هیچ شریک ندارد.
و بیان ضد شرک و بیان ضده الذي هو الشرك بالله و بیان ضد انا همین اخلاص که این شرک انجام دادن به الله است. ضد اخلاص چی است؟ شرک است. زیرا که اخلاص یکتا پرستی است، خالصانه عمل کردن، یعنی همه عمل رو تنها به یگانه ذاتی تنها و یکتا صرف کردن، انجام دادن، این اخلاص است. اخلاص توحید. علما میگن هر دوش کلمه های مرادف هم معنا است. توحید رو اخلاص بگید، اخلاص رو توحید بگید، بوکه ندارد، درست است. و کون اکثر القرآن لبیان هذا الاصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. و این که اکثر قرآن، بسیاری جای قرآن برای بیان نمودن ان همین اصل آمده است، از جهت های گوناگون ان همین اصل بزرگ را که اخلاص است و ضد شرک است بیان میکند. به یک طریقه که به یک نمود سخنی که همه میفهمند، از همه نافهمترین انسان، بی‌علمترین انسان، جاهلترین انسان میفهمد. قرآن انا همین خیلی کتاب است. ثم لما صار على اكثر الامه ما صار، اما بعد از اینکه به بسیاری امت آمد و به فرقه ها جدا شدند و اهل کلام منتشر شد و فرقه های بدعتی امت را به فتنه کشیدند، اظهر لهم الشیطان الاخلاص في صورة تنقص الصالحین و التقصیر في حقوقهم. شیطان انا همین اخلاص به مردم به یک صورت بد نشان داد. اخلاص شیطان به مردم همچنین نشان داد که گویا که اخلاص این تنقید کردن، قدر ندانی کردن صالحین، اولیاء هست و قدر اونها را پست بردن و به احترامی به اونها است. برای همین اخلاص این چیزها را شیطان گفت که چیز خوب نیست و بسیاری مردم هم اخلاص فراموش کردن، از بحرش بر آمدن. برای چی؟ برای که شیطان فریب داد، معنای اخلاص دیگر خیلی فهموند. و اظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين و اتباعهم. اما شرک هم به معنای دیگر فهموند. شیطان به مردم گفت که شرکی که همین شرک به الله، گفت شما شرک به الله نمیکنید، شما صالحین، آدم هایی که اولیاء الله هستند، اینها را دوست داشته شدید، این شرک نیست. گفت انا همین قاعده، یعنی قاعده اول از همین 6 قاعده، یا که اصل یکم از 6 اصل، بزرگترین اصل، اصل دین، اساس دین، ریشه دین، این توحید است، اخلاص است و ضدش شرک است. پس برادر عزیزم تأمل کن، از روزی که آدم علیه السلام به این دنیا آمده اند، همه انسان ها تا زمان نوح علیه السلام 2000 سال در حالت مسلمانی، توحیدی، یکتاپرستی زندگی میکردند. همین اسلامی که امروز ما داریم، همین توحیدی که ما امروز داریم، آدم علیه السلام هم انا همچنین توحید و همچنین اسلام که این تسلیم شدن به الله است، الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءت من الشرك و اهلیه هست، انا همچنین داشتند. شریعت دیگر بود، لیکن همون عقیده، همون دین اسلامی که عام به همه پیامبرها داشتند، کفر بالطاغوت، ایمان به الله، لا اله الا الله، در زمان حضرت آدم علیه السلام بود تا انا همین روز. دین همه پیامبران در باره لا اله الا الله یک نمود است، کفر بالطاغوت، ایمان به الله. توحید اصل انسانیت است و ضد شرک بعد به انسانیت در زمان نوح علیه السلام به وجود آمد. نظر بکن، انا همین توحید، اخلاص
و ضدش شرک در همه دعوت های پیامبرایی که پیش از پیامبر گذشتند و بخصوص در دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکارترین موضوع است، واضحترین موضوع است در دین ما و در دین همه پیامبرای گذشته. از مسئله توحید دیده و ضد شرک دیده دیگر مسئله واضحتر، آشکارتر، عمیق‌تر و دقیق‌تر وجود نداشت و ندارد. الله اکبر. شما خیلی تفکر بکنید. برای چی؟ برای آن که الله زمین و آسمان را، آفتاب و ماهتاب را، انسان و جن را، این دنیا و آخرت را، جنت و دوزخ را، پل صراط و سوال و جواب را، فرستادن همه پیامبران را و همه کتابها را به خاطر انمین لا اله الا الله قرار داده است، خلق کرده است. البته قرآن کلام الله است، مخلوق نیست. کسی مخلوق میگه کافر است. و قرآن کلامش را نازل کرد به خاطر ظاهر کردن لا اله الا الله. وقتی که زمین و آسمان خلق شود به خاطر لا اله الا الله، هزارها پیامبران فرستاده شدند به خاطر لا اله الا الله. پس آیا ممکن است که این مسئله واضح نشده، آشکار نشده ماند؟ مسئله توحید آشکار نشده ماند؟ نه، ناممکن است. برای که اصل آفرینش همه مخلوقات به خاطر همین کلمه لا اله الا الله است. همین اصل توحید است، اصل اخلاص همین است، کلمه لا اله الا الله. برای همین در همه دین‌های پیامبران واضح ترین چیز توحید بود. بزرگترین امر الله هم همین توحید بود و بزرگترین نهی الله هم همین شرک بود. خیلی که شیخ الاسلام میگن اعظم امر الله نهى عنه الشرك. بزرگترین چیزی که الله امر کرده است این توحید است و بزرگترین چیزی که الله پیامبرانش را و امتان پیامبرش را و تمام انسانیت را و انس و جن را منع کرده است این شرک است. یعنی اساس اسلام انمین ظاهر کردن توحید و نابود کردن شرک است، عمل کردن توحید و ترک کردن شرک است. الله اکبر. در سوره مائده آیت چند بود؟ 62 بود والله اگر خطا نکنم، از 60 بالا الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته ان الله لا يهدي قوم الكافرین بود الى آخر الآیه. ای پیامبر، ای رسول، این آیت به پیامبر است. ای رسول، ای محمد صلی الله علیه و سلم، ابلاغ کن، برسون، دعوت کن، همین دینی که الله به تو نازل کرد برسون. بلغ امر، فرض است برسون. ما انزل الیک، هر آن چیزی که به تو الله نازل کرد همین به مردم برسون. فإن لم تفعل، اگر تو همین کار نکنی، اگر دعوت نکنی، اگر دین الله نرسانی، فما بلغت رسالته، تو رسالت الله تبلیغ نکرده ای. والله یعصمک عن الناس، تو بدون که ای محمد الله تو را از مردم ایمن نگه می‌دارد. ان الله، و دوام آیت همین است که الله همانو که کافران را، قوم کافران را هدایت نمی‌کند. ببینید الله پیامبر را امر کرد که دین الله را واضح و آشکار به مردم رسون و همین الله به پیامبر نازل کرد آیت را و گفت که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسانها و جنها را خلق نکردم مگرم به خاطر ایوحدون، یکتا پرستی، لا اله الا الله، به خاطر لا اله الا الله. پس آیا ممکن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم توحید را آشکار و واضح بیان نکرده باشند؟
و شرک را آشکار و واضح شرک بودنش را بیان نکرده باشند، مشرک را مشرک نگفته باشند، این ناممکن است. زیرا که پیامبر اول دعوتشان 10 سال فقط در بالای لا اله الا الله بود و بعد از این 3 سال دیگر فقط در بالای فقط نماز بود و بعد از این دیگر شرایع از احکام در مدینه نازل شد. و همه پیامبران همچنین اولین دعوتشان از لا اله الا الله بود. حضرت نوح 950 سال قومشان را دعوت کردند لا اله الا الله بود. یا قومی اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم من یگانه الله عبادت کنید، غیر از الله دیگر اله ندارید. شعیب، صالح، ابراهیم و دیگر همه پیامبران و محمد صلی الله علیه و سلم. و بعد از این الله سبحانه و تعالی به همه این پیامبران تنبیه داد و بعد از این به پیامبر ما هم تنبیه داد و گفت لئن اشرکت، همین عملهای پیامبری کرد همه عملت نابود میشه و از جمله زیان کشیده میشه و این حکم تکفیر مشرکین است. هر کسی که شرک کرد مشرک میشد، زیرا که در علم اصول فقه همه علما اتفاق میکنند که حبط عمله، حبط شدن عمل این فقط در کفر اکبر و شرک اکبر میشد، در غیر کفر اکبر شرک اکبر عمل انسان حبط نمیشود و این تکفیر است. پس این دلالت میکند که الله پیامبر را امر کرده بود که توحید را واضحانه رسانند و قرآن را نازل کرد پر از توحید و شرک را پیامبر را الله امر کرد که شرک را منع کنند و مشرکین را تکفیر کنند و در قرآن الله شرک را مذمت کرد، مشرکین را تکفیر کرد و کسی که در حالت شرک اکبر وفات کرده یا شرک اصغر گفت نمیبخشم و قصه های مشرکین و عاقبت اونها را بیان کرد. پس این یک مقدمه بود که تو باید فهمی که اگر دعوت همه پیامبران به توحید و ضدش برای بیان کردن توحید و ضدش که شرک است برای منع شرک باشد، پس بزرگترین اصل دین، اساس دین، ریشه دین که به این دین هرگز به وجود نمیاد این توحید است که توحید دو رکن دارد، نفی است و اثبات است، کفر بالطاغوت است و ایمان به الله است. توحید اگر نداشته باشی پس ریشه دین را نداری، اصل دین را نداری، پیدیوار را نداری. اصل را که نداری باقی مانده عملهایت را به بالای چی بنا میکنی؟ به بالای نابودی. عملهایی که غیر از توحید انجام میدی قبول نیست در نزد الله. تو مسلمان نیستی، مشرک هستی. پس کسی که جاهل از توحید است مشرک است. جهلش، تقلیدش، تأویلش، کدام علمای دامنش گرفتنش عذر نیست، مشرک است. برای این الله سبحانه و تعالی گفت که من همه پیامبران را فرستادم که در قومشان دعوت میکردند. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه پیامبران را فرستادم که در قومشان میگفتند که ان اعبدوا الله، یگانه الله عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب بکنید. انا مين لا اله الا الله، لا اله الا الله اجتناب الطاغوت، کفر بالطاغوت و ایمان بالله. چه که الله خودش شرح میده لا اله الا الله را در سوره بقره 56 و میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کفر برزد به طاغوت، لا اله و یؤمن بالله، ایمان بیاورد به الله، الا الله فقد استمسک بالعروة الوثقى، به تحقیق چنگ زده است به عروة الوثقى که لا اله الا الله است. پس برادر عزیزم این بزرگترین واضحترین چیز در قرآن است. چی؟ توحید. از همین اول سوره فاتحه شروع می شود بیان توحید تا آخر سوره قرآن قل اعوذ برب الناس بیان توحید است. الله توحید را بیان کرد آشکار و واضح، به مانند این که در سوره زمر آیه 3 الله میگه الا لله الدین الخالص، آگاه باشید که همه عمل در مدارج السالکین ابن قیم الجوزی رحمه الله ذکر میکنند، مجله دوم صفحه 91.
در سوره بینه وقتی پنجم الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. من امر نکردم بجز به این که حتما یگانه الله را خالصانه عبادت کنید. عبادت کنید، نه خالصانه عبادت کنید. عبادت بسیار انسان ها میکنن، اما بعضی ها عبادتشون به غیر الله است، بعضی ها عبادتشون ریا است، بعضی ها عبادتشون من باب نفاق است. اما عبادتی کسی قبول است که اخلاص و ثواب داشته باشد. الله گفت که امر کردم که عبادت کنید الله را. صفتی به کدام صفت؟ خالصانه، یعنی مخلصانه عبادت را تنها به الله انجام بدید، به غیر الله هرگز عبادت نکنید. نماز خونید، زکات بدید و همین است دین قیم، دین پاک، دینی که الله قبول میکند، دین راست و درست و مستقیم. همین دین است، دینی که توحید دارد، شرک ندارد. پس دینی که شرک دارد این دین نابود شد، اسلام نابود شد. این الدین عند الله الاسلام، دین در نزد الله اسلام است. اسلام توحید است، ضد شرک است. شرک اسلام نابود شد. در سوره زمرات 2 الله میگه اعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. عبادت کن الله را مخلصانه، یعنی در حالتی که تو مخلص الله باشی، همه عملت تنها به الله باشد و همه دین تنها به الله انجام بدی و آگاه باش که همه عمل و دین خالص به الله است. در جای دیگر الله سبحانه و تعالی به پیامبر امر میکند که ای پیامبر بگو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انعام 162 و 163. ای محمد بگو که بدرستی همانا البته نماز من، قربانی من، حج من، حیات من و مرگ من همه اش خالصانه به الله است که رب العالمین است. همون الله که رب العالمین است که شریک ندارد، هیچ کسی از مخلوقاتش برابر الله نیست. و به همین که بچی به اخلاص که همه عمل تنها به الله کنم، امرتو امر شدم، یعنی الله من امر کرد که همه عمل تنها به الله کنم و من اولین مسلمانم. در همین امر الله اومدن و قبولم و اولین مسلمانم. پس بدانه مسلمان که همین عبادتی که میکنی، هر عبادتی که میکنی دو رکن دارد. رکن این است که اخلاص است و متابعت است. اخلاص این است که عبادتت را باید تنها به الله به الله سبحانه و تعالی انجام بدی و همین عبادتت باید از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شده باشد و عبادتت را مثل رسول الله بکنی، زیرا که عبادت توقیفی است. هر کس از پیش خودش عبادت به وجود آورده نمیتواند. پس عبادت قبول نمی شود مگرم در حالتی به وجود آمدن این دو رکن. بعض از علما این را شرط صحت هم میگن، بو که ندارد دو رکن. چهله که ابن قیم الجوزی در مدارج السالکین مجله 1 صفحه 104 میگویند که لا تقبل العبادة الا بشرطین. عبادت قبول نمی شود مگرم به دو شرط. اولش متابعت الرسول، پیروی کردن از رسول، یعنی عمل تو موافق عمل رسول الله باشد. نماز میخونی؟ بله نماز خون هستی. نمازت کدام وقت قبول میشود؟ همان وقتی که نماز تو موافق نماز رسول الله باشد، موافق نماز ابو حنیفه رحمه الله نه، حنبل و احمد ابن حنبل و امام مالک و امام شافعی رحمهم الله نه. هیچ کسی نگفت که نماز تو اگر موافق امام بگویم با گفت اینا اعظم، امام اعظم یگانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین امام ابو حنیفه نمازت قبول میشد. حنفی ها میگن که نمازت همون وقت قبول میشد که مذهب حنفی که تخونی. نامعقول کرده است. ما میگیم نمازت همون وقت قبول میشد در نزد الله که موافق نماز رسول الله باشد. برای چی؟ برای که الله در سوره زمرات 14 گفت که
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هر آن چی که به شما رسول الله آورد بگیرید و هر آن چیزی که رسول الله شما رو از آن منع کرد دست کشید. اینجا یگان امام گفتن چیزی نیست. اینجا فقط رسول الله یگانه امامی که امام اعظمی که رسول الله هستن، انا من چیزی که آوردن میگیریم، چیزی که من کردم من میشد. در جای دیگر الله سبحانه و تعالی بیان کرده گفت در سوره نساء 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم بر رب توی محمد، الله خودش به ذاتش قسم خورده است. این بزرگی ذاتی الله نشون میده. الله قسم خورده به خودش میگه که بر رب تو من قسم میخورم. یعنی الله به خودش قسم خورده گفت که مسلمان نمیشوند، مؤمن نمیشوند، یعنی اصل ایمان ندارند، حالی کافرند. همان وقت مسلمان میشوند که حکم کنند در حالتهای اختلافی در بینشون به حکم تو را حکم قرار بدن و بعد از اینکه تو حکم شدی به حکم تو کرده در قلبهایشون در نفسهایشون حرج، ناراضی، خجالت به وجود نمیاد و 100% تسلیم به دین الله شد. این دلالت به چی میکند؟ این دلالت میکند که تو باید در حکم کردن متابعت رسول الله باشی، در عبادتت متابعت رسول الله باشی صلی الله علیه وسلم. پیامبر صلی الله علیه وسلم مثلا در باب نماز گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز خونید چگونه که من نماز میخونم. در باب دعوت باید دعوت کنی چگونه که پیامبر دعوت کردند. در باب حج باید حج بکنی چگونه که پیامبر حج کردند. در باب حق گویی باید حق گویی چگونه که پیامبر حق گفتند. و در باب جهاد مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم باشی و در باب دیگر معامله ها مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم باشی و در باب تکفیر هم مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم باشی. اما در یکی از بابها وقتی که خودت یک چیز پیدا کردی عملی تو قبول نیست. برای چی؟ برای که متابعت نداری. تو متابعت نداری. در باب دعوت امروز بعضی‌ها رو می‌بینیم میگن که تکفیر کرده دعوت کردن این منهج پیامبر نیست و یا که میگن که تکفیر کرده منهج پیامبر باشد هم لیکن امروز قبول نمیکنه. ما میگیم در هر دو صورت هم نامعقول کردی. پیامبر مشرکین جاهل دعوت میکردن، مشرکین قریش که خودش امتی ابراهیم علیه السلام میگفت، خودش مسلمان میگفت، ابراهیم علیه السلام به خودش نسبت میداد. پیامبر من قل یا ایها الکافرون گفت. دعوت پیامبر کجاست؟ دعوت تو کجاست؟ امروز بعضی شما دست دعوت به موسیقی آمیخته میکنن، نامعقول کردی، دعوتت قبول نیست، برای اینکه این دعوتت به موسیقی است، حرام و آمیخته کرد. بعضی اومدن به مانند حزبی ها گفتن که ما دعوت میکنیم مردم حکم الله تطبیق میکنیم لیکن به واسطه چی؟ به واسطه شرک. باز نامعقول کردی. هرگز الله اجازه نداد که برای اصلاح اول مفسد شوی، برای اصلاح جامعه اول مفسد شوی. مفسد بزرگترین فساد شرک است. به واسطه شرک به توحید رفتن این حرام است. به مجرد شرک به واقع شدن مشرک شدی، اراده شرک کردن مشرک شدی. آیا الله گفت است که به خاطر مردم شده خودت ابدالابد جهنم به جهنمی حکم کنی؟ ابدالابد به جهنم روی؟ نه. الله میگه اولین چیزی که الله به تو امر میکنه قو انفسکم، ای مردم اول نفس خودتون را از جهنم نجات بدهید و بعد از این و سپس و اهلیکم، اهل خانوادهتون را از دوزخ نجات بدهید. اما امروز این حزبی ها و این بسیاری جهلایی که از سبحان الله این واضح ترین چیز قرآن که توحید است بیخبر موندن، به خاطر گویا که مردم شده خودشون رو جهنمی میکنن. میگن که ما باید عدل به مردم بیاریم، باید اسلام باشد، میگن لیکن دیگر علاج نیست، دموکرات اینیان و به شرک واقع میشن. مگر بهتر نیست که خودتون مسلمان باشید و بعد از این قدر توانایی به قدر تواناییتون کار بکنید؟ قدر توانایی نداری چرا مشرک میشی؟ تو را کی مجبور کرد؟ این است که واضح ترین چیز قرآن نفهمیدن. خیلی که شیخ رحم الله میگه لیکن عجبناکترین چیز همین است که از همه واضح ترین چیز رو که قرآن از اول تا آخرش همین است نفهمیدن. بسیاری مردم نفهمیدن. توحید معناش نمیفهمند که التوحید افراد الله فی العباده، یگانه دانستن الله در عبادت، اخلاص، افراد الله سبحانه و تعالی فی الاراده والقصد، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در اراده و قصد. شرک این ضد توحید، ضد اخلاص، برابر کردن
غیر الله با الله، تسویت غیر الله بالله، یا که صرف شیء من العبادت لغیر الله، صرف کردن انجام دادن چیزی از عبادت به غیر الله، اینا شرک است. اما اینا نفهمیدن مردم. برای همین علما میگن که مردم شب و روز باید درباره توحید صحبت کرده شود، درباره شرک صحبت کرده شود و گشته و برگشته این کتاب باید درس داده شود، کتاب های توحیدی، آیات های توحیدی بیان کرده شود. پس اولین شرط عبادت چی است؟ متابعت است. متابعت نکردی عبادتت قبول نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن خیلی که شیخان امام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که در دین پیامبر چیزی رو به وجود آورد که انمین در دین نیست، این رد است، مردود است. ای مردود علیه میگن، خودش برات کرده میشد. نمازهایی که بی رفع الیدین میخونه، دعوتهایی که بی توحید است، نقشه های حزبی که حکم غیر الله است و علمای سوی که ولی الامر گرفتن این طاغوت ها و یا مدخلی های عذری که از جانب مشرک مسلمان گفتن و ولی الامر طاغوت ها رو ولی الامر گرفتن و غیره و غیره، این همش ساخته شما است. شما متابعت در اینجا ندارید و هم اخلاص هم ندارید، پس این قبول نیست. این عبادتی که شما دارید قبول نیست. الله المستعان، الله المستعان. انمین است مشکلی امت، مشکلی امت انمین است. بعد از این میرویم که الله سبحانه و تعالی میگه فاعبد الله، لیکن این دلالت به چی میکند؟ به اخلاص میکند. دومین شرط صحت عبادت یا که قول راجح همین است که رکن، دومین رکن عبادت اخلاص است. علما میگن اولش اخلاص بعد متابعت، لیکن قسما ابن القیم الجوزی و غیره دیدیم که اول متابعت و بعد اخلاص گفتن و بالاخره اخلاص برای معبود. معبود کی است؟ الله است. معبود همون ذاتی که عبادت کرده میشد. الله سبحانه و تعالی میگه قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو که الله را عبادت میکنم مخلصانه و همه عملی من تنها به الله است. سوره زمر آیه 14. انمی سخن ما عیناً موحدین پیروان رسول الله میگیم که الله را عبادت میکنم مخلصانه و همه عملی من و دینی من به الله است و هرگز به غیر الله چیزی را صرف نمیکنم. آیا همین سخن حزبی‌ها گفته میتواند؟ نمیتواند. اگر بگوید که یگانه الله عبادت میکنم مخلصانه و همه دین از آن الله هست، همه حکم از آن الله است، بگوید همین آیت که خودش باید مشرک بگوید و در اساس همین آیت باید توبه کند و در اساس همین آیت باید به اخلاص بازگردد و واضح ترین چیز قرآن به چنگ زند بیاید، لیکن نمیتواند گفته. در جاهلیت است. بزرگترین امر الله نفهمده در جاهلیت قرار داد. الله المستعان. این جاهلیتشون اینقدر غلبه کرده است که به ما دشمنی میکنند، به سر ما هجوم میکنند و به ما تهمت میکنند و به سر ما مبلغ ها میگذارند برای نابودی ما. برای چی؟ برای عیب ما چی است؟ ما همین واضح ترین چیزی که در قرآن است التوحید، یا قوم اعبدوا الله گفتیم، ای قوم من یگانه الله عبادت کنید گفتیم، دیگر هیچ چیزی نگفتیم. و در اساس قرآن و سنت گفتیم که این کاری که شما میکنید از اسلام نیست، نکنید. ما به خیر شما صحبت کردیم. آیا همین آیت رو که الله امر کرد که ای پیامبر بگو که الله یگانه خودش مخلصانه عبادت میکنم و همه عملی من تنها به او، صوفی ها گفته میتواند؟ نمیتواند. برای چی؟ برای که صوفی میگوید که به وسیله به الله نزدیک شده نمیتوانی، حتما باید بین تو و بین الله واسطه باشد. انمین صوفی ها، اشعری و ماتریدی ها اینچنین، اینها مشبهه و ممثله هستند. انمین ها مشبهه های کفار میگویند که الله به مانند پادشاه این دنیا هست. والله اگر به کتاب هایشون نظر بکنید میگن که چهله که به نزد پادشاه پریزیدنت همین راست در زده شده در آمده نمیتوانی، به نزد الله هم راست همین در آمده رفته نمیتوانی، دعا کردن به حق نداری. میگن چهله که به نزد پریزیدنت و پادشاه تو به واسطه چیرز میروی، وسیله همین وسیله همین واسطه همین چیرز است. به نزد الله هم به واسطه به چیرز میروی. به چی؟ به قبر، به مرده، به مرده های خواه پیامبر باشند، خواه اولیاء صالحین باشند. نه باشد تو نه چی نزد الله برفته نمیتونه. میگن به نزد الله رفتن اینها من کردند.
این دینشون مقابل قرآن، مقابل سنت است، مقابل واضحترین امر الله، بزرگترین امر الله، مقابل واضحترین و بزرگترین امر الله دین اینا است. برای همین هرگز مشرک گفته نمیتواند، این صوفیا گفته نمیتواند که من یگانه الله هم مخلصانه عبادت میکنم و همه عمل من و دین من برای او. گفته میتواند؟ نمیتواند. اگر بنا گوید هم خودش رنگش سرخ شده، کفیده، خودش دروغگو میگه و همه این مردم برای یعنی توحید است. ما هیچ چیزی نگفتیم. لقب تکفیری میدید. اعوذ بالله. کی را تکفیر کردی؟ الله تکفیر کرد، الله تکفیری میگویی. رسول الله تکفیر کردن، رسول الله تکفیر میگویی. پیامبران شاگردانشان صحابه تکفیر کردن. کی را؟ همون کسی رو که الله رسول تکفیر کرد. بله، لیکن مردم عامه که نماز میخواند، روزه میدارد، مسلمان است، هیچ کس تکفیر نکرد. لیکن یک تهمت است. اینها میخواهند که روی ما رو سیاه نشان بدن. به خاطر چی؟ به خاطر نمی توحید آشکار نشدنش. توحید آشکار شد، مردم بیدار شد. این یک قاعده. الله اکبر. فضیل ابن عیاض یکی از کبار تابعین و تبع تابعین بود، والله العظیم تابعین، در زیر قول الله سبحانه و تعالی سوره هود آیه 7 یا سوره ملک آیه 2 که لیبلوکم ایکم احسن عملا، الله میگه که حتما شما رو میسنجم، ابتلا میکنم ای مردم. الله میگه که من حتما شما رو ای مردم به ابتلا و سنجش گرفتار میکنم، به خاطر اینکه بفهمم که الله البته به علم خودش ازلا ابدا میدانست که کدام انسان چی است، لیکن برای اقرار کردن خود انسان و برای آشکار کردن به خود انسان و حجتش قائم شدن به سرش میگه که تا که فهمیده شد که کدام از شما احسن عمل است. احسن العمل چی است؟ اخلص عمله. کدام از شما عملش خالص است؟ خیلی که فضیل ابن عیاض در زیر نویت میگه که اخلصه و اصوبه. الله شما رو میسنجد تا که معلوم شود که کدام از شما خالصمندید و خالصترینید و عملتون موافق و مطابقت به سنت دارد. سنجش حکمت چه فهمیدید؟ الله اکبر. توحید، به خاطر توحید. با فضیل ابن عیاض گفته شد که یا ابا علی و ما اخلصه و اصوبه، و این چی معنی دارد اخلصه و اصوبه؟ گفتن که این العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. فضیل ابن عیاض یک از بزرگان سلف صالح گفتن که عمل وقتی که خالصانه باشد، یگانه به خاطر الله انجام داده باشد، لیکن موافق سنت نباشد، قبول نیست. و اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. اما اگر عملت اینچنین موافق سنت باشد 100%، اما توحید نداشته باشد، خالصانه نباشد، باز قبول نیست. همون وقت قبول است که حتی یکون خالصا و صوابا، هم خالص باشد هم ثواب، هم عملتون موافق سنت باشد، هم تنها به الله انجام داده داشته باشد. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنه. خالص همون عمل هایی که تنها به الله انجام میدی، ثواب همون عمل هایی که موافق سنت است. نظر بکن به کتاب حلیة الاولیاء مجله 8 صفحه 95 که این سخن در اینجا وجود دارد. الله سبحانه و تعالی این دو شرط رو، همین دو شرط صحت عبادت، دو رکن عبادت که اخلاص و متابعت است، در سوره کهف آیه 110 ذکر میکرده. میگه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. یعنی بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم، بگو که همانا من مثل شما یک بشر هستم، مثل شما من یک انسان هستم، ولی به من وحی می شود از جانب الله که الله یگانه اله شما هست. هر کسی که می خواهد که الله را ببیند، ملاقات به الله داشته باشد، عمل صالح را انجام بدهد و هیچ شرک را به الله در عبادت انجام ندهد. در عبادت یگان کس را به الله شریک قرار ندهد. انا این است توحید. واضح ترین چیز، واضح ترین چیز در قرآن این است توحید. اما امروز آذری از همین واضح ترین چیز خبر ندارد، مدخلی از واضح ترین چیز قرآن خبر ندارد. دعوای علم دارد،
اگر مدخلی و عوزیری و حزبی و صوفی و اشعری و ماتریدی و رافضه از واضحترین چیز قرآن خبر می داشت، هرگز عوزیری مشرک مسلمان نمی گفت. مدخلی حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند و یا ولی الامر نمی گفت. هرگز مشرک به مشرک موالات کرده مشرک مسلمان مدخلی نمی گفت. حزبی اگر این نمیفهمید هرگز به حکم غیر الله حکم کردن اعلان نمی کرد. علمای سوی که طاغوت پرست است اگر این واضح ترین چیز قرآن توحید میفهمید هرگز در پهلوی طاغوت نمی ایستاد. جوان مرده می رفت لیکن در پهلوی طاغوت نمی ایستاد. اما اینها نفهمیدند، بیخبر هستند. لیکن بیخبر بودن اینها، جاهل بودن اینها، مقلد بودن اینها، تعویل داشتن اینها آیا عذر شده میتواند؟ عذر نمی شود. جهل، تعویل، تقلید در شرک اکبر عذر نیست. هر کسی که انجام داد کافر مشرک است. چهلی که ابن جریر تبری در زیر این تفسیر هم ذکر میکنه، در زیر آیه فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء و یحسبون انهم مهتدون. پس یک فرقه زلالت گمراه شدند و فرقه دیگر هدایت شدند. کسایی که گمراه شدند شیطان را به خود اولیا گرفتند و خود را گمان میکنند که اینها چی هستند؟ هدایت یافتگان هستند. ابن جریر تبری در زیر این آیه میگن که اینها جاهل هستند، خطا کردند و از سبب جاهلی خطا کردند و شرک و کفر کردند و فکر کردند که اینها چی هستند؟ هدایت یافتگانند. لیکن جهلشان عذر نیست، عذاب داده میشوند. پس ای مردم، شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن که الله فی دینکم، الله در دینتون، یعنی مراقب دینتون باشید، از الله در دینتون ترسید، بی‌پروایی در دین نکنید. اوله و رأسه و اصله، اول دین شما، سر دین شما، اصل دین شما، ریشه پیداوار دین شما، آخر دین شما این کلمه توحید است، لا اله الا الله است. ای مردم افهموها، این کلمه را بفهمید، اعلموها، بیاموزید، بدانید، احبوها، این کلمه را دوست بدارید، و احبو اهلها، و این کلمه را اهل این کلمه لا اله الا الله را دوست بدارید. و بعد ببینید کسانی که از اهل این کلمه نیستند، کسانی که شرک و مشرکین میکنند، بعد ببینید و از اونها دور باشید. امید است که به الله روبرو شوید در حالتی که شما با توحید هستید. اگر عمل بکنید به انمین کلمه، کفر به طاغوت که انجام دادید، شرک ترک میکنید. شرک چیست؟ تسویت غیر الله بالله، برابر کردن غیر الله با الله. شرک هم دو نمود است، شرک اکبر و شرک اصغر. هر دوش باید ترک کرده شد. بار دیگر علما در جای دیگر میگن شرک به الله یعنی صرف عبادت لغیر الله، صرف کردن چیز از عبادت به غیر الله. یک کمی عبادت رو به غیر الله انجام دادی مشرک میشه. مراجعت کردن به محکمه طاغوت عبادت است. اولا سوال به دیگر نمود، مراجعت کردن به محکمه های شریعتی به زیر حکم قرآن و سنت عبادت است یا نیست؟ بله، بزرگترین عبادت است. اگر تو به نزد قرآن و سنت روی، به محکمه شریعتی روی و به حکم قرآن و سنت، به حکم الله و رسول حکم طلب کنی، عبادت است. پس اگر روی به حکم غیر الله، شرک است. حکم کردن به حکم الله بزرگترین عبادت است، به حکم غیر الله بزرگترین شرک است. دوست داشتن حکم الله عبادت است، دوست داشتن حکم غیر الله شرک است. سجده به الله عبادت است، به غیر الله شرک است. طواف در کعبه
به الله عبادت است، در گرد قبر بمرده شرک اکبر است. دعا طلب کردن از الله، طلب کمک، دفع جلب منفعت و دفع مضرت عبادت است، بزرگترین عبادت است. الدعاء هو العباده گفتم پیامبر صلی. طلب کردن از مرده ها بزرگترین شرک است. رفته از مرده طلب کرده در رقم دعا گفتن بزرگترین شرک است، شرک اکبر است. از الله بترسید، از الله بترسید. خواهید که به الله روبرو شوید در حالتی که شما موحد هستید، شرک ترک بکنید. انامین ضد اخلاص شرک است. کسی که خودش مسلمان میگوید اما شرک چی است نمیداند، معنای شرک هم نمیفهمد، شرک ترک کردگی است یا نمیداند، این انسان حال از شرک دور نیست، خودش مشرک است. زیرا که ترک شرک جاهلانه نه. ابن کثیر رحمه الله میگن عن القصدی، ترک کردن شرک با قصد باشد. یعنی قصد چی؟ دیده و دانسته یک تا چیز شرک گفته فهمیده قصد کرده ترک میکنی. این است که باید انجام بدی. الله المستعان. در سوره نساء 48 بزرگترین وعید را، سختترین وعید را، آشکارترین وعید را الله برای مشرکین ذکر کرد و گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. بدرستی البته که الله نمی بخشد اونهایی را که به الله شرک قرار دادند، اما بجز شرک دیگر باقی مانده گناه ها را به هر کسی خواهد میبخشد. و هر کسی که به الله شرک قرار بدهد به تحقیق افترا کرده است، تهمت کرده است، افترا بسته است به الله یک چیزی بزرگی را. اسم عظیمه یعنی یک گناه عظیمی هم کرده است. الله المستعان. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگن که سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله. ای رسول الله کدام نمود گناه در نزد الله بزرگترین گناه است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. با الله شریک قرار بدهی در حالتی که همین الله تو را خلق کرده است تنها. متفق علیه. امام بخاری با رقم 4477 و مسلم با رقم 86 روایت میکنه. الله تو را خلق کرد، تو به الله شریک قرار میدی. بزرگترین گناه همین است. حق الله به جا نآوردی. این دشنام الله است، این بی ادبی به الله است. اما امروز میبینی که همین بزرگترین گناه، واضحترین مسئله که الله در قرآن گشته و برگشته بیان کرده است که همین بزرگترین گناه است، صوفی دارد شب و روز انجام میدهد. همین حزبی انجام میده. و این دیوانه مدخلی طاغوت پرست آزیری ها میگن که باکی ندارد، کسی که شرک کرد برادری من است. الله براءت خودش را و براءت رسولش را اعلان میکند از مشرکین که الله و رسولش از مشرکین براءت کرده اند، یعنی اونها را تکفیر کردند. مدخلی میاد میگه که نه اینها مسلمان است. مسلمان گفتن یعنی چی؟ یعنی دوستی الله گفتن، یعنی موالات باید کنی. الله المستعان. و بعد از این جهل و است و نیست و این اون میره. برای همین است که ما گشته و برگشته توحید را از همه جانب می آموزیم تا که این مسئله واضحه که فراموش شد، بسیاری بزرگا فراموش کردند، فهمید. بله 30 سال امروز بعد از پاشخوری این سفیدی یا که SSR کمونیست و ملحد ها گذشت. 33 سال است امروز از سال 90. سالهای 90 جنگ شد گویا به خاطر اسلام در تاجیکستان و چقدر ملاها در سالهای 90 تا 2005 10 منبرها آزاد چیزی خواهند میگویند، مدرسه ها وجود دارد، کلمه درباره توحید رو نشنید. شب و روز قصه گویی، شب و روز قصه گویی. لااقل سوره فاتحه را به همون
مرادی که الله میخواد شرح نداده است که مردم توحید فهمند. این به چی دلالت میکرد؟ این دلالت میکرد که همین علما که در بالای منبر بودند از بزرگترین چیز، مسئله و موضوعی که از در دین است، واضحترین مسئله بیخبر است. سله چند متر باشد یا چند وجب باشد، دیوانه مسئله ها را دورند حل میکنند. محتاب برای اگر در محتاب چه خیل نماز میخونی، لیکن بزرگترین و واضحترین مسئله که انسان باید فهمد نفهمد مسلمان نمیشود بیخبر است. الله اکبر. پس الله سبحانه و تعالی از یک چند جهت توحید بیان کرد و ضد شرک بیان کرد. و حالا سخن ابن القیم الجوزی رحمه الله را به شما میگویم که خیلی زیبا رحمه الله ذکر کردند که گفتند ابن القیم الجوزی القرآن كله فی التوحید، قرآن همه اش برای توحید آمده است. لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، زیرا که قرآن یا امر میکند تنها به عبادت الله یگانه، یا که امر میکند برای اینکه شرک را ترک بکنی. و اما بیان الجزاء اهل التوحید، و یا انمی قرآن بیان میکند جزای اهل توحید را و جزاء اهل الشرك، و یا جزای اهل الشرك را. و اما فی احکام الحلال والحرام، یا بیان میکند احکام حکمهای حلال و حرام را. و هذه من حقوق التوحید، و این احکام شریعت حلال و حرام از حقوق توحید است. و اما قصص عن الرسل، و یا قصه میکند از قصه های رسولان. و اممهم و ما حصل بینهم من الخصومات، و یا قصه میکند از امت های این رسولان گذشته و آن چیزی که در بین امتان پیامبران گذشت، بین پیامبران و بین امتانشون کشمکشی ها، مخالفت ها، همیشین توحید و شرک بیان میکرد. زیرا که این خصومت در بین پیامبران و قومشون، اختلاف ها، کشمکشی ها بود، از اول کی بود؟ به خاطر چی بود؟ به خاطر توحید. قرأ القرآن و هم مقیمون علی الشرک الاکبر. اما با وجود همین انسانهای زیادی هستند که این قرآن را میخوانند، از یاد میکنند، شب و روز قرائت میکنند، اما در بالای شرک اکبر هستند. شب و روز شرک اکبر میکنند. حافظ قرآن از شرک اکبر میکنند، با وجود اینکه قرآن از اول تا به آخر توحید است. و یقولون لا اله الا الله ولا یعملون بها. لا اله الا الله میگن، نیست الله بجز الله. بعض جاهلاش میگن، بعضش میگن نیست خدای بجز خدا میگن، بعضش نیست رازق بجز الله میگن. معنای لا اله الا الله را نمیدونند. لا معبود بحق الا الله، نیست معبودی به حق بجز الله گفته نمیتوانند و عمل به لا اله الا الله نمیکنند. هم فی واد والقرآن ولا اله الا الله فی واد آخر. این مردمی که خودشون مسلمان میگن، لا اله الا الله میگن، قرآن به حافظ هستند، در یک طرف هستند، در یک وادی هستند. لا اله الا الله در وادی دیگر، در جای دیگر، در طرف دیگر است. انما هی الفاظ علی اللسان فقط، بلکه این لا اله الا الله فقط در زبانشان است، بس این فایده برای اینها نمیتید. بعضی این مردم رفته پرسی که معنای لا اله الا الله چی است؟ آشکار واضح میگه نمیدونن. در عرب و عجمش، مشرکین در عرب و عجم نمیدونن معنای لا اله الا الله. الله المستعان. کسی که لا اله الا الله معناش نمیدوند، آیا همین لایق مسلمانی است؟ آیا همین ندانستن معنای لا اله الا الله شرمندگی و بدینی نیست؟ الله المستعان. الله المستعان. چقدر
شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی زیبا بیان کردند. پیامبران چرا قصه هاشون را در قرآن الله ذکر کرد؟ چرا قصه غیر پیامبران اصحاب کهف، اصحاب اخدود ذکر شد؟ تو که عبرت بگیرید. الله میگه که من قصه ها را ذکر کردم، احسن القصص، بهترین قصه را عبرت بگیر. عبرت برای چی؟ ای موحد عبرت بگیر که عاقبت موحدین خیر است، در این دنیا و آخرت جنت است. اصحاب کهف را ندیدی که یک چند نفری بودند که الله برایشون عزت داد؟ امتی موحدینی که پیروی کردند به نوح ندیدی که از طوفان نجات داد؟ او موحدینی که همراه لوط علیه السلام بودند ندیدی که نجاتشان داد؟ ایمان آورده ها با حضرت ابراهیم ابوالانبیا را ندیدی که نجات یافتند؟ صحابگان رسول اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله سید ولد آدم خیر البشر خاتم الانبیاء والمرسلین علیه الصلاة والسلام را، صحابگانشان را ندیدی که الله از اونها راضی شد و اونها را جنتی اعلان کرد؟ اصحاب اخدود را ندیدی که الله ذکر کرد که از اهل جنت شدن؟ و این چنین اون مشرکینی که مخالفت به نوح علیه السلام کردند ندیدی؟ مگر ندیدی که غرق شدند؟ در این دنیا هم فلاکت و در آخرت جهنمی ابدالابد است. فرزند نوح، فرزند پیامبر قبول نکرد توحید را. الله گفت که تمام، وقتی که قبول نکرد تو این فرزند نمیگویی، تمام ترکش کن. حضرت نوح گفتن که ان ابنی من اهلی، ای الله فرزند من اهل من است. الله گفت انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست. برای چی؟ انه عمل غیر صالح، زیرا که عمل این غیر صالح است، یعنی غیر موحد است، عملش بدون اخلاص است، موحد نیست. پس غرق شد، اجازت نداد. زن نوح و فرزند نوح غرق شدند. مخالفین این ابراهیم علیه السلام را ببین که نمرود چگونه وفات کرد، قارون چگونه وفات کرد در زمان موسی علیه السلام. زمین درکشید بایگریش را و خودش را و در جهنم است. فرعونی که دعوای الهی میکرد میگفت که انا ربکم من رب شما هستم، اعلان الهی میکرد، غرق شد و هلاک شد و تا روز قیامت عبرت است برای شما. و این سبحان الله نمرودی که مخالف حضرت ابراهیم بود چی شد؟ حالا که ابراهیم علیه السلام را موحد پیامبر را الله سبحانه و تعالی در درون آتش جنت را براش آماده کرد. الله میگه قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ای آتش برای ابراهیم خنک باش و سلامت باش. دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مشرکین، از این متکبرین، جهل، ابو جهل و یا عتبه و شیبه و غیره، ابو لهب، عاقبتشون چی شد؟ این متکبرین هلاک. انمین است همش قصه توحید. کسانی که به توحید چنگ زدند در این دنیا سعادتمند و آخرت جنت، کسانی که از توحید روی گرداندند در این دنیا هلاک و در آخرت جهنم. همین قصه عبرت شمین است. و دعوتگران توحید، شما به پیامبران نظر بکنید، اذیت کشیدند اما رسالت را به پایان رسیدند و اجر اونها در نزد الله بزرگ است. این احکامی که از حلال و حرام است، این هم توحید است، این حقوق توحید است. چقدر این مسئله ها به ضعیفی کردی، به حرام چنگ زدی، توحیدت ضعیف میشه. و تکفیر مشرکین و براءت از مشرکین که الله سبحانه و تعالی خودش در سوره بارک الله فیکم قل یا ایها الکافرون ذکر کرد. و ملت ابراهیم که براءت از مشرکین و شرک اونها، همه این واضح ترین مسئله رو بیان میکند، توحید و ضد شرک. هر کسی که از این چیز بیخبر است، ولا تلومن الا نفسه، بجز نفس خودش
هیچ کسی را ملامت نکند. هلاک شده است انسانی که از این چیزی واضحترین بیخبر مانده است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم ثبتنا بالتوحيد وارزقنا الشهادة بالتوحيد برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کمی دراز شد، معذرت خواهی میکنم، لیکن بالاخره مسئله خیلی ضرور بود که باید بیان کرده شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز جزاک الله خیرا. بارک الله فیک. شیخ الله اتون کرد. یک چیز بیان کنم، اگر کفر کرده باشم بیان کنید، توبه بکنم. اگر نیست تهمتگرو الله خورتون میکنم. من اعتقاد دارم و تمام برادرهای من اعتقاد دارد که بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم دیگر پیامبری نیست، خاتم النبیین است. هر کسی که میگه بعد پیامبری است و کافر به دین الله است. لعنت الله بر کافران. و اما سخنی که من گفتم شیخ، که به اهل فتره روز قیامت الله سبحانه و تعالی برای امتحانشان یک رسول رو میفرستد که میگه اون رسول اومده به درون آتش دارید. و همین رو خوارجا گرفتن، شب و روز حاضر پهن دارن که گویا ابو عبدالرحمن گفته باشد که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک پیامبر دیگر میاد. همین سخنم اگر خطا و کفر باشد بیان کنید شیخ، ان شاء الله الله استون میکنه. الله المستعان. البته خوارج ها جهال به دین الله هستند. در این مسئله روایت است، علما البته صحبت میکنن. حاضر یک لحظه من چوش کنم که کمی گلیم گیرید. بارک الله فیکم. اما بعد در مسئله اینکه در روز قیامت امتحان میشوند، این البته قول اهل سنت و الجماعت است. هر کسی که در این دنیا اهل فتره هستند، یعنی به اونها دین گفتن چیز نرسید، قرآن نرسید، در حالت شرک و کفر وفات کردند، فرزندهای کفار و غیره. الله سبحانه و تعالی میگه که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کسی رو عذاب نمیدیم تا همون وقتی که یک رسول رو بفرستیم. و بارک الله فیکم، علما میگن انا همینها در این دنیا که شرک کفر اکبر رو کردن مشرک و کافر گفته میشن، لیکن در روز قیامت البته در روز قیامت علما دربارشون اختلاف کردن. با قسمی گفتن اینها جهنمی هستند، قسمی گفتن اینها حکم میشن، فرزندای کفار به خصوص. اما قول راجح همین است که اینها امتحان میشن. هر کسی که در همینجا اطاعت به امر الله کرد نجات مییابد و هر کسی که سرپیچی از امر الله کرد چی میشود؟ بارک الله فیکم، هلاک میشود و اهل جهنم میشود. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا اینکه رسول نفرستیم. در زیر همین آیات قسمی از علما گفتند که الله در روز قیامت رسول میفرستد. بارک الله فیکم، رسول میفرستد به نزد همون اهل فتره که امر میکند از نام الله سبحانه و تعالی، از جانب الله سبحانه و تعالی قبول کردند داخلی. البته قبول کردند بعد از اطاعت و قبول داخل جنت، قبول نکردن جهنم میرن. اما وقتی که این خوارج ها جاهل هستند، از مسائل ها بیخبر هستند، از اصول دین و از گرد اطرافش مسائل های نازک غیری که از بیخبر هستند، چی بگن؟ غیر از همین دیوانگی و چی میگن؟ بارک الله فیکم. به همین یک چیز نازکه که علما در باره این تفسیر خیلی یک چند صحبت ها کردند. اگر کسی رو کسی تکفیر بکند، این یک جهالت است و این یک احمقی است. الله المستعان. الله جزای خیر شیخ، جزاک الله خیرا. برای بردیم صحبت کنید. بارک الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بتیجی سماج خوبه انشاءالله شیخ. الحمدلله برادر ازم، جزاک الله خیر. شیخ یک دو سوال بود اگر اجازت میشید انشاءالله. بفرمایید. شیخ یکم سوال همیه که یا برادر بگی مقصد یک چه موحد میگه انسان فرزندوش مقصد در تجیه اوجی بلوغات در رسیدگی مکتب خونه خیلی مقصد میگویم که مقصد هم که بیا فرزندو را بروریم تعلیم دین کنیم. از ترس میگه پگه فرزندوی ما در 4 نیست پیسکا بگیم میغالطه و میشه گفته میترسه چی میکنه نمیبروره نمیخواه برواردن هم قضورش میکنیم مقصد بیو حتی سومر از خود نه که فرزندو دامجا کفیش دیسته هم مکتب میره هر روز هم دیوری ارجماندی مورا میخونه کفیر میشه بیو برور فرزندو را مقصد از ترس ایچیه نمیخواه برواردن همی چی خیلی میشه همی دبابت همی اگه میزدی شیخ. الله المستعان. البته هر کسی که قادر هست شرایط دارد یا که دیگه برادرها به او کمک میکنند به خاطر از کفرهای این طاغوت ها ساخته میخواد که بیرون شود. اگر بیرون شود البته فرض است اگر بیرون نشود اینها در حالت یک ذلت و در یک حالت اگر شرک اکبر کفر اکبر نکنه در حالت گناه، اگر کفر اکبر شرک اکبر کنه کفر میشه. الله المستعان. خیلی مسئله نازک است. بعد از الله اینچنین انسان ها بترسد و همیشه برای دین انسان باید حرکت بکرد و ترس نباید سبب کفر شرک بشود. مقصد شرایطش باشه همه چیز باشه نبروره چی خیلی میشه حضرت مقصد خودش حجتهای دیگر دولت را داشته باشه و نبروره فرزندو را چی خیلی میشه حضرت هم حالت خودی هم انسان این یک به اعتنای به شرک و کفر اکبر است و بالاخره این به خودش هم تاثیر میکند. شرک و کفر بالاخره به خودش هم تاثیر میکند. عاقبت راضی به همین باشه چی میشه؟ الله المستعان. شیخ بعد دمو خواهرمو اولش میتونه که همو اجازت نتیه شوشم همو گودکو را بگیره برای تعلیم دین الله مقصد بگیره برای همی در مسئله ترک شرک اجازت از هیچ کسی نمیشد. این بزرگترین امر است که یگانه با امر الله هست. اینجا دیگه این اطاعت مخلوقی نمیشد. بارک الله فیکم. جزاک الله خیر. بعد شیخی از سوال دیگه مقصد در دیگه دولت ها مقصد برامدگیم نماز قصر برپا میکنیم در همون حالت نمازهای سنت نفل خواندن نفهمیدم آره. مقصد دیگه دولت داریم مقصد نمازی قصر برپا میکنیم همون حالت در نمازهای نفل و نمازهای سنت خواندن چخیل جایزه است چخیل میفرمونده. نماز نفل عموما ممکن است لیکن سنت های پیش از نماز بعد از نماز اگر نماز انسان قصر خواند خونده نمیشود. در سفر ترک سنت این خودش سنت است. بارک الله فیکم. اما دیگر نفل های اگر خونید وقت خوشن میخواد. این حدیثی که در مسئله رسول در روز آخرت فرستاده می شود انا همین است که برادر ابو عبدالرحمن گفتن که برادر ابو عمر حفظه الله ارسال کردن اخرجه عبدالرزاق فی التفسیر لفظش در تبری و غیر ابن ابی حاتم ثابت است. میگد که كان ابی هریره رضی الله عنه قال ابو هریره رضی الله عنه گفتند اذا كان يوم القيامه جمع الله اهل الفتره الله سبحانه زمانی که روز قیامت می شود الله سبحانه و تعالی اهل فطرت رو والمعتوه والاصم یعنی اهل فطره آدم های پیر کار و گنگی این کسایی که والابکم کار و شیوخ پیر الذي لم يدرك الاسلام کسایی که اسلام نفهمیدند و حجت اصلا نرسیدن هم نوعه. ببینید اهل فطرت یک کار و گنگ ها اینا با دو به این یک سه این شیوخ ها چهار پیرهایی که اینقدر به درجه پیری رسیده است که اسلام رسیدت هم نمیفهمد. عقلشون خیلی ضعیف شده است. عادتا انسان خیلی پیر شد به مانند کودک میشد. حکم کودک میگیرد در پیری سختی. یا انسان هایی که الذين لم يدركوا الاسلام کسایی که اسلام اصلا ندیدن نفهمیدن نرسید. چهار یعنی خیلی انسان ها را در روز قیامت الله چیکار میکنه؟ در یک جا جمع میکند. یک جا جمع میکند همه خیلی انسان ها را. بعد از این
ثم ارسل الیهم میفرستد به سوی اونها رسولا، یک رسولی رو، پیامبری رو، از جانب خودش یک رسولی رو. این رسول به نزد همین مردمی که 4 طایفه هستند، اهل فتره و غیره، مثل اهل فتره، می آید و میگوید که ان دخول النار، داخل شوید همین آتشی که میبینید همین به داخل شوید. من رسولم میگد، البته من از جانب الله هستم، من شما را دعوت میکنم که همین آتش به داخل شوید. این مردم میگن فیقولون، این مردم میگن که کیف ولم یأتینا رسول، چخیل ما داخل شیم به ما رسول نامد. به اینها میگوید که ویم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا و سلاما، وای بر اینها اگر اینها به همین آتش داخل می شدن، برایشان این آتش یک وانمودی آتش بود، آتش برایشان سوزان نمی شد، خنک بود و سلامت می ایستادند. ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه ما كان يريد أن يطيعه ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. این روایت از ابی هریره رضی الله عنه است. ابو هریره است و در علم مصطلح الحدیث معروف است که هر روایتی رو که ابو هریره یا صحابگان رضی الله عنهم در زیر آیت از غیبیات نقل کردن، حکم مرفوع دارد. قاعده مصطلح الحدیث است. هر یک سخنی که صحابگان از غیب میگویند، یعنی از روز قیامت این خیل میشود این خیل میشود میگویند، صحابه از پیش خودشون غیب نمیدونند، گفته نمیتونند. پس این سخن را از کجا گفتند؟ از پیامبر، زیرا که صحابگان دروغ نمیگویند، عادل است. پس این روایت حکمش رفع میدید. اما این چوجه های خوارج، این جاهلکا، همین حدیث برادر ما ابو عبدالرحمن وقتی که گفتند، گفت است که ابو عبدالرحمن کافر است، برای اون که یک پیامبر میاد. گفت و تو جاهل، تو احمق، تو چوجه، تو خوارج و تو اهل اسلام نمیفهمی. و اینجا بیام اگر تو بفهمونیم تو کی بودنت. تو از این اسلام الف، تو الف هم نمیفهمی. استادت یک جاهل است. آخرم استادت جاهل است، طبقه به طبقه شما جاهل است. جوهلا میکنند و مناط تکفیرشون میگن که الله در قرآن آشکار و واضح بیان کرد که کسی که اسلام قبول کند، تسلیم شود، لا اله الا الله گوید، این مسلمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، جبرئیل آمدن، اسلام چیست؟ ان تشهد لا اله الا الله، نماز خونی، لا اله الا الله بگویی و نماز و روزه. و حدیث ها چقدر معلوم است که کسی که لا اله الا الله گفت، از ترس گفت یا نگفت، اگرچه قرینه ها دلالت میکرد که از ترس گفت، قبول کردن. قرآن و سنت آشکار و واضح بیان میکند که هر کسی که لا اله الا الله گفت، محمد رسول الله گفت، شهادت داد، نماز خوند، این آدم چی است؟ مسلمان است. این حکمی کی است؟ این حکم الله است، حکم رسول الله است. کسی که بیاید و بگوید که نه لا اله الا الله محمد رسول الله تو گویی، هم ما تو را مسلمان نمیگوییم، نماز خونی هم ما تو را مسلمان نمیگوییم، تا ما تو را عقیدت دولت طرف هم مسلمان نمیگوییم، گوید این کافر است و مرتد است. برای چی؟ برای که به حکم الله راضی نشد. این هم مناطش مثل مناط عازری است. میگه عازری برای چی کفر است؟ برای که عازری گفت که ببینید الله گفت هر کسی شرک کند مشرک است، شرک و اسلام در یک جا جمع نمی شود. عازری آمد و گفت که نه، هر کسی شرک کند جاهل است، این جاهل باشد و امروزه مشرکا جاهلند، این مسلمان است، شرک اسلام در یک جا جمع کرد، کفر است. برای چی؟ برای که الله دروغ شمارید. عیناً خوارج های امروزه الله دروغ شمارید، مثل عازری ها. عازری ها در پایان روی، در تقصیر و تفرید مشرک مسلمان گفته الله تکذیب کردند. خوارج های معاصر غلات، مسلمانی که الله حکم به اسلام ظاهری داد، اینها را
مشرک و کافر گفته به حکم الله راضی نشده و به کفر تکذیب عیناً به همون مناطقی که به کفری که حاضری گرفتار شده بود اینا هم گرفتار شدن کفر است. و قول راجح همین است که خوارج های معاصر کفار هستند. خوارج های معاصر چوجلکه ها کفار و مشرکین هستند و این قول راجح است، زیرا که اینها به حکم الله کرده راضی نشده. الله تکذیب کرده، مناط کفرشون مثل مناط کفر حاضری است. فراموش نکنید خوارج ها دیدید الله مشرک گفته را کسی مشرک نگفت کافر شد، الله مسلمان گفته را کسی که ظاهرا مسلمان نگفتم کافر شد. الله اکبر. و در این مسئله کتاب ها است، کتاب ها نوشتن علما. و امروز ما میبینیم که انمی خوارج دوسه تاجیک دیدیم، دوسه افغان دیدیم، این خوارج و این چوجه ها عیناً همین خلاص میگوید که ما بلا اله الا الله گفتن یک انسان ما و مسلمان نمیگوییم. شرک شدیدی تو، کفر شدیدی نه، میگه این غلبه است، این است تو تا زمانی که شرک واضح یک نفر نبینی تو و مشرک گفتن نمیتونی. بله اگر منطقه مشرکین باشد او دیگر مسئله است، در یک جای رفتی که یک جا باشه، لیکن در راه دید یک آدم منطقه در همین پالی قبر نیست چی نیست گفت که لا اله الا الله من مسلمانم، چی میگی؟ خوارج ها میگه که نه من مسلمان نمیگم. نماز خونه چی گفت؟ نه من نماز مسلمان نمیگم. پس تو به حکم الله کرده راضی نیستی. پیامبر صلی الله علیه و سلم منافق ها را که در همون جا زندگی میکردن، اعرابی ها یا که منافقایی که در گرد اطراف مدینه و در مدینه، من الاعراب منافقون من مرضوا على النفاق ومن اهل المدینه لا تعلموهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را چی میگفت؟ مسلمان میگفت، برای که ظاهرا میدیدند. برای همین خوارج ها حکمشان، خوارج ها همین 4-5 غلاچه های برآمده و استادشون کفار و مشرکین هستند. و همین قول صحیح است. والله الان من خیلی تحقیق کردم و خیلی علما صحبت کردم و خیلی کتاباشون نظر کردم، قول صحیح است. شیخ بخشی پیش داد. شیخ همو انسان خچه موحد میگیره انشالله یکون نصیحت میکردی برای همو گوه کردن خیلی خوب میشید. نصیحت همین است که برادر عزیزم امر الله اجابت بکنید. وقتی که یک منطقه شما را فرزنداتون کفر شرک میکند، مجبور به کفر شرک میکند، شما قدرت دارید در یک طرف بی پروا گردید، بی اهمیتی به کفر شرک است، راضی شدن به کفر شرک است، بیدین شدن است. از الله بترسید. بارك الله فيك. يا رب يا رب يا رب يا رب. الله خير شيخ. اینجا نوشته است که یک نفر ابراهیم گفتن انسان است که شیخ ابو محمد مدنی یک لحظه نوشته است که میکروفون خاموش کرده به من است. یک لحظه. الله المستعان. اینجا گفته است که شیخ محمد مدنی در یک کانال خوارج ها به نام ابو طلحه میگوید که ابو محمد مدنی با من صحبت کرد که اصل در دارالکفر کفر است، اما با مردم شیشان حکم کفر میدهیم چون که در آنجا صوفی ها بسیار است. ببینید ما در درس هایمون صدها بار گفتیم اصل همه انسان ها در اول میگیم که اصل در انسان ها اسلام بود و اسلام بود شرک بعد آمد. اصل در انسان ها اسلام بود، شرک بعد آمد. بعد از اینکه شرک آمد بعد جدا شد. در مسئله حکم کسی که در دار اسلام است مسلمان گفته می شود، کسی که در دار کفر است اصل کفر است.
لیکن این مسئله دیگر مسئله است. ما علما به این مسئله باید نظر بکنیم. اینو ببینید، ما سه نمود انسان داریم. یک نمود انسان داریم که اسلامش ظاهر است، در کجا نباشد این مسلمان است. یک نمود انسان داریم که اسلامش ظاهر است، در کجا نباشد مسلمان است. خود در دارالاسلام باشد، خود در دارالکفر باشد، در کجا نباشد. نماز میخواند لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، مسلمان می هست یا نیست؟ بله مسلمان است. کسی که مسلمان نگه این مثل عذری کفر است، تکذیب الله که، زیرا که الله این مسلمان گفته است. لا اله الا الله گفت، نماز خود مسلمان است، شرک کفرش ندید. و دومین نمود انسان ها کسایی که شرک اکبر و کفر اکبر میکنند، اینها کافر هستند. خود در دارالکفر باشد، خود در دارالاسلام باشد، خود در پهلوی خانه کعبه باشد. الله دشنام داد در خانه کعبه، در پهلوی خانه کعبه چی میگویید؟ اینجا دارالاسلام است، مسلمان نمیگویید، بله میگه این شرک اکبر کفر اکبر کرد، کافر است. میگه در این مسئله یگان نفر اختلاف کردگی نیست، این به اجماع همه امت است. هر کسی که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه میگه إنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ما بظاهر حکم میکنیم، الله صاحب این سر و پنهانی و درون انسان است. ما بیخبر هستیم، ما وظیفه دار هستیم، مأمور هستیم که بظاهر اسلام شدیدیم مسلمان است، کفر شدیدیم کفر است. سوم آدم است، سوم آدم سوم کسی که معلوم نیست، در وی علامت اسلام هم نیست، علامت کفر هم نیست، یعنی در وی ما کفر اکبر هم ندیدیم، در وی یگان خیلی علامت اسلام هم ندیدیم، نه مسلمان بودنش معلوم است نه کفر بودنش معلوم است. انا این خیلی انسان بالاش رو مصیبت میکنیم، همون جاهلی ابو طلحه چوجه مرتد که ما در همین باب صحبت کرده بودیم. و یک نیم سال خوارج شوی من نمونده بودم. من و میگفتم که یک دوست داری، یک کفری دیگر است، نشین وای کتی توی هم مثل گمراه میشی. یک چند برادر توجیک من چندین بار نصیحت کردم، همین روز شاهدن، زنده اند، گفتم مجلساتون به این خوبسا را نبیارین، نشینین. او کلانیش ابوالغریب بود، من سال 2020 میگفت که شیخ ابو محمد دوست من، شیخم نگو. گفتم من به تو دوستم نیستم، تو یک گمراه خواری هستی. برادرهای توجیک این که نشینید گمراه هستی. طلحه بهم گفتم، طلحه چند بار خوارج شده نشد گشت، خوارج شده نشد گشت، لیکن وقتی که این یک عیب‌های سخت‌ترش، کفرهاش آشکار کرد بعضی ها، بعد از این از من دیگه سیوی از گم شد. بعد از این یک میبینم که خوارج شده است. میفهمید گپ؟ ما در همین سوم آدم گپ زدیم. ما گفتیم که کسی که شرک کرد مشرک است، کسی که کفر کرد کفر است، کسی که اسلام آورد اسلام مسلمان است، اما کسی که معلوم نیست. انا این انسان سوم ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم که اگر یک انسانی که لا اله الا الله نمیگه، ظاهرا یگان مسواکم و ریشم و یگان چیز ندارد، مثلا یک علامت اسلامیش نیست، نماز هم حالی ندیدیم، همین پلیوم دیسته است، در دارالاسلام باشد، شکلش غیر مسلمانی باشد، هم در دارالاسلام اینو ما مسلمان میگیم. اگر منطقه خریستان ها نباشد، مثلا یک شهری مسلمان ها باشد، ما اینا در دارالاسلام یک آدمی که ظاهرش به مانند بیدین های کفر است، ما اینو مسلمان میگیم. اما اگر همین در دارالکفر باشد، یک آدمی که مستور الحال، حالش نامعلوم است، مجهول الحال، در بارش اسلامش هم معلوم نه، اسلامش هم معلوم نه، شرکش هم معلوم نه، ما همین اصل به میگردونیم. همین آدمی که مجهول است، نامعلوم است، اصل به میگردونیم. اصل دارالکفر کفر است. تو اسلام دیده نه، از وی اسلام ندیدیم، تو اسلام دیدن همین کفر بریم فکر میکنیم یا که حکم کفرش میتیم. اگر بعد از یک وقت دیدیم که نماز هم بخیر گشته، ما میگیم مسلمان است. این سخن ما معنا ندارد که آدم هایی که اسلام ظاهر میکنند اینها کافرند. قسم به الله، این ابو طلحه جاهل خوارج مرتد تهمت به سر ما کرده است. این کذاب لعین لعنه الله اخزاه الله، خوارج الله خور ظالم نابودش کند، نابودش کند الله سبحانه و تعالی خوارج را. این مسلمان کشاره، این دوستان مشرکین، الله لعنت کند، خور و ذلیل کند و نابود کند. اینها در حق همه تهمت میکنند، اومدن به سر ما دروغگویی میکنه. یکی کذابش برآمد میگه که ابو محمد مدنی تارک الصلات کفر نمیگه، این مدخلی است. و اینش برآمد است میگه که همه فلان زمینه دارالکفر گفت، از در دارالکفر کفر است، همیشه کفر گفت. و دیوانه احمق.
در دارالکفر مسلمان بودنش ممکن است؟ ما اینا من به تو بزغوله، به تو چوجه چندین بار گفتم، تلحچه من به تو چندین بار گفتم که حکم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به تو بیان کردم. ای خوارج مرتد، به تو گفتم که ابن تیمیه رحمه الله فتوای مردینشون خوند. چنگیز لعین وقتی که بسیار سرزمین اسلام به زیر تصرفش در آورد، چنگیز خان حکم به حکم غیر الله بود یا نبود؟ بله. اینجا دارالکفر شد یا نه؟ بله. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه مردمش مسلمان گفتن، همش مسلمان گفتن، مردمه فقط لشکر و حاکمش تکفیر کردند. شما خوارج اومدید ابن تیمیه رحمه الله تکفیر کردید. دارالکفر به مسلمان زندگی کردن مسلمان بودنش ممکن است. اصل در دارالکفر کفر است، این معناش این نیست که همه اینجا بوده کفر است. ای کذاب جاهل، ای جاهلک، در نزد علما نخوندی، در نزد اهل سنت نخوندی، تو چوجه بر اومدی نمیخل کافر شده، مرتد شده، به حکم الله آخرش راضی نیستی، مسلمان کافر میگویی، لا اله الا الله میگه، نماز میخواد، تو نه کافر است میگویی، الله اون مسلمان گفت کافر میگی، مرتد شدی به حکم علما. چخیلی که عذری به حکم الله راضی نشد، مشرک مسلمان گفت، تو مسلمان کافر میگی، مثل همون الله تکذیب کردی کافر شدی. بله دارالاسلام معلوم است، دارالکفر معلوم است. در دارالکفر اگر مسلمان نماز خواند مسلمان است. خودت تو خبیث در کجا زندگی میکنی؟ در دارالکفر یا در دارالاسلام؟ اینا تکفیر بالعموم کردن. شب و روز هجومشون برای مسلمان است. از همه مسلمانی موحد اول تکفیر کرده، شب و روز درباره موحدین گپ میزنن. یک مراتب خوارج چوجه مرتد دیدین که کافره، درباره مشرکین گپ زدگی باشد. نه نمیبینید. اینا فقط موحدای چیده میگیرن، امروز تکفیر کرده دروغ بسته میستن و به درجه جاهلند، به گفتن نمیشن. و همین انسان ثابت شده است که کی است؟ یک جاسوس بیش نیست، گفته بعضی خبر بود. الله المستعان. بالاخره این یک مسئله علمی است. بار دیگر میگم، هر کسی که اسلام ظاهر کرد مسلمان است، هر کسی که کفر ظاهر کرد کافر و مشرک میشد. اما کسایی که نه اسلام ظاهر کرد و نه کفر ظاهر کرد، در بین است. اگر در دار اسلام باشد مسلمان است، در دار کفر باشد کافر است. بارک الله فیکم. ان شاء الله فهمو شد یا نه؟ برای دیگه خوارجای لعنتی پیش شما مردم با دروغ تیستند. گویا که گفته باشد که انسانی زناکار این شوهردار سانسور نمیشه. الله شما را خور کنه. ولعنت الله علی الكاذبین، ولعنت الله علی الكاذبین. در دروغ گفتن این خوارجان مثل رافضه است. از صوفی بدتر است. مثل رافضه، صوفی، رافضه، خوارج، قبوری، هر سش این مرتدین یا که بگم اینا مشرکین کفار، هر سش در دروغ گفتن شوخ ندارد. کسی که زنا کرده باشد ما گفته باشیم که رجم نمیشه. اولین کسایی که این آیت به مردم بیان کردیم، آیتی که تلاوتش در قرآن تلاوتش منسوخ است لیکن حکمش ثابت است. روایت صحیح به این دلالت میکنه. الشیخ و الشیخوخه اذا زنیا فرجموهما. یک مرد که شیخ که انسان مرد زندار است و یک بار زن گرفته است، یک زنی که شوهر کرده است، وقتی که زنا میکنه رجم کنید. کسی که نه این کار میکنه کافر است. و کسی که به سر ایمان تهمت میزنه لعنت الله بر سرش بود. الله خور و ذلیلش کنه. که دیده و دانسته تهمت میکرد. از خوارجش هم، از این رافضیش هم، از حزبیش هم، از قبوریش هم، الله المستعان. لیکن اناکنون مردم دیدید که خوارج کی است؟ ما در سال 2019 و 20 میگفتیم که ای مردم، ای عازری، تو ولی خوارج ندیدی؟ ای عازری، ای چوجه جهمی، ای فرزند جهم ابن صفوان، تو ولی خوارج ندیدی؟ تو اهل سنت خوارج میگویی. به مانند بابایت جهم ابن صفوان که
اهل سنت مجسمه خوارج میگفت خوارج ولی ندیدی و این جهمی ها خوارج نمیبیند هرگز. برای چی؟ برای که خوارج این خبثای این کفار خوارج آخر جهمی کتی کار نمیدارد. خوارج ها یگان مراتب به جهمی کار ندارد، به قبوری هم به هیچ کس هم کار ندارد. خوارج فقط به موحدین میزند آخر. برای همین این جهمی ها بیخبر است. ما از یک طرف خوارج میبینیم این غلات، از یک طرف این خبثای جهمی را میبینیم. لیکن شما این موحدین انکنون دیدید که خوارج کی است. الله به شما را خیلی آورده نشان داد خوارج کی است. از این طرف صوفی ها مورد خوارج میگه، از این طرف خوارج ها را ببینید. این خوارج حقیقی که به حکم الله راضی نیست. بارک الله فیک. از مکه تا مینا چند کیلومتر است میگه؟ تقریبا 8 کیلومتر 9 کیلومتر است. حاضر از مکه تا مینا گفتگی گپ حاضر نیست. حاضر این گپ نیست. برای چی؟ برای که مکه رفته مینا به پیوست شده است. همین مینای گرانیستش به هم تو رویه نمیجا کسی سوی همجا شهری مکه نمیجاست. رفته پیوست شده است. مکه کلون شده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. همین در یک نمون کانال‌های خوارج داخل شدم شد. هرمو خوارجا در یک آدمی وای اوزیری درباره سلام کشمکش دارد و آخرش هم نگفت که تو اوزیر هستی و تو کافر هستی. نگفت عملش نباشد. گفته یکی خیر خوش کساست. بالله من داری اهل توحید کافر میگوید، هم تو برات کافر میگوید. لیکن اوزیری ها برنده چخلق دارد. سلام های خیلی برنده کار آخرش احتیاط کنید رفتیم. رفتیم هیچی نمیگوید. سبحان الله من تعجب کنم خودم. و آدمی که میشناسد همه باید. شیخ عزیز این یک رحمت الله است، فضل الله است که به من و شما اهل سنتی و الجماعه به حق بودن ما میکنند. ما و شما میکنند اهل سنت میکنند که همون صفت پیامبرموندگی بالای اینا میبینیم. اینا خودشون موحد میگن، محقق توحید. ما موحد و حقانی میگن، لیکن مشرکتی بهترین موحد با چی میکنند؟ تنقید میکنند. شیخ اول در حق شما تهمت ها میکنند که گویا که شما ربیع المدخلی رو در یک جا تکفیر میکنید و در یک جای دیگر شیخ میگید. این جاهل است، این متهمین است. این خوارج ها از ما که ضربه میزنند، ببینید از ما که ضربه میخورند قبر این خوارج ها میکنند، از دوری سوده خیلی جاهلی میکنند. شیخ یک جا به ربیع المدخلی شیخ میگید. خیر شیخ ربیع المدخلی چی شده است که شیخ به یک چند معنا میبرد؟ شیخ هیچ گم نیست. شیخ است، بله گمراه است، معروف است به همین. الله شیخ در قسیم زمان صحبت کردم شما وارد همین وزیری ده میگه وزیری میگه صوفی میگه اینو میگه کافر اصلی هستن. میگه وزیری کافر اصلی هستن. میگه شما وزیری 50% میگه شما رو خطرناکین. میگه نمیدی شیخ الله مستعان. الله میگه وایا کافر اصلی هستن وزیری و صوفی میگه کافر اصلی هستن. شما میگه وزیری 50% هستین. میگه همین چوچه چند میگه شما خطرناک ایویا هستید. این چوجه های حلاکش انشاءالله قریب است. الله سبحانه و تعالی اینو هیچ خیلی که اجدادشون خور و زور شدند و وفات کردند، خور و زور میمرد و میرد. اکو تصور کرد که اجداد این چوجه ها حضرت علی را کشته چی گفت؟ حضرت علی را وقتی که عبدالرحمن ابن ملجم خوارج کشت چی گفت؟ گفت که من اتقرب الى الله، الله به نزدیکی میجویم. گفت انا این کارم عبادت گفته میکنم الله قبول کند، من الله به نزدیک کند. همین کشتن علی کتی گفته حضرت علی را کشت. اکنون از این باقی مونده چوجه ها ما چی انتظار شیم؟ اینا با جاهل تر است، از ویا دیده با جاهل تر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ ابو صهیب میگه ابو محمد مدنی برادر میگفت و من همین قدش نشیدم بعد تکفیر کرد. میگوید این چی معنی داره؟
شیخ سوز خوبه. الحمدلله برادر سازم خوبه. جزاک الله خیر. شیخ یک چند سوال داشتیم، سوالهای کوتاه است، ممکن است به شما سوال بدیم؟ بفرمایید. شیخ یک نفری که مثال به زنش قسم میخورد یک کاری رو کرده است، میگوید که زنم طلاق که من همین کار رو کردم، اگر سخنش دروغ باشه همین طلاق میشود؟ بله این طلاق به شرط است. هر کسی گوید که فلان کار قسم بزن زنم طلاق شود که نکردم ولی کرده باشد زنش طلاق است. یک طلاق است. سه طلاق نه، یک طلاق است. سوال دوم شیخ جزاک الله خیرا، نمازهای سنت های نماز 5 وقته رو 4 رکعتش 4 رکعت خوانده میشه یا 2 رکعت 2 رکعت؟ 2 رکعت خوانده میشه در اساس روایت صحیح که از مادرمون عایشه رضی الله عنها است. 2 رکعت طبق سنت ده ان شاء الله. بله طبق سنت 2 رکعت است. سوال دیگر این که شیخ یک زن خواب میبیند که روی مال سفیدش رو گم کرده است، این چی حکم دارد؟ الله المستعان. والله اعلم نمیدونم. اینا باید نظر کرده شد. ان شاء الله نظر میکنیم بعد بیان میکنیم. شیخ امروز بسیاری دخترها میبینید که بسیار بی‌حیا شدن، مثال یک جوانی که میخواد زن گیرد و سن و سال زنگیری رسیده است، چی توصیه میدید به او؟ چیکار باید بکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه دادند به امتشون، به جوانها. در حدیث اومده است که گفتند یا معشر الشباب، ای جماعت جوانهای مسلمان، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. هر کسی از شما بتواند که زن بگیرد حتما باید زن بگیرد. فمن لم یستطع فعلیه بالصوم. هر کسی از شما زنگیری نتواند روزه دارد، زیرا که روزه یک سبب دور شدن از شهوات میشد. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا شیخ، الله نگهبانتان باشه. بارک الله فیکم و ایاکم. اینجا یک نفر نوشتن که گویا که ابو صهیب عذری مشرک گفته باشد که ابو محمد مدنی مرا برادر میگفت و من همین قدرش نشدم، بعد تکفیر کرد میگد و غیر و غیره. ببینید ما طالب علم های تاجیکی که خودشون اهل سنت و الجماعت میگویند، همه اشون کافر یا مشرک نمیگوییم. ما میگیم که خیر خودش طالب علم اهل سنت و الجماعت گفته ایستاده باشد، الحمدلله خیر است، یک طالب علم اهل سنت و الجماعت است، مسلمان است، یک برادری ما است. برای چی؟ برای که ما از وی اسلام دیده ایستادیم، وی خودش مسلمان اهل سنت و الجماعت گفته ایستاده است، دعوت کرده ایستاده است. از پیش خودمون ما او را حکم نمیکنیم، ولی ما او را یک طالب علم اهل سنت، یک برادری مسلمان میدونیم. اما وقتی که از وی شرک اکبر، کفر اکبر میبینیم، بعد از این کفر میگیم. شاید در باب ابو صهیب هم همین خیل باشد. من نمیگم که ابو صهیب من یک روز برادر گفتم یا نگفتم، نمیگم. من منهج ما را گفتم. ما همه طالب علم همین خیل هستیم. ما میگیم که هر طالب علمی که امروز خودش اهل سنت و الجماعت گوید، ما میگیم که الحمدلله یک برادری مسلمان است. اما وقتی که از وی مسلمان بدبینی دیدیم، اهل توحید خوارج گوشه دیدیم، مشرک مسلمان گوشه دیدیم، حکم به غیر الله کننده مسلمان گوشه دیدیم، طاغوت پرست دیدیم، بعد تکفیرش میکنیم. شاید ابو صهیب هم مثل همین کرده باشه. اناکنون شما فهمیدید که به شهادت خود عذری ها، اناکنون فهمیدید که شما ما این طالبیم طرف چپ طرف راست کیه خواهیم، تو مشرکی تو کفری نمیگوییم. برادر عزیز، طالب علمایی که خاموش کفر شرک نکرده دعوت کرده گشته است، ما کار نداریم. طالب علم هم میگد من اهل سنت هم میگد من مسلمان هم میگد، کفر شرک از وی ندیدیم، ما به مسلمان میگیم، ما به برادر میگیم. اما وقتی که میبرد میگد که شما خوارجین، مشرک مسلمان است، جهل درست میگد، بعد تکفیرش میکنیم. فلان پیشوا بالله رفت، بعد تکفیرش میکنیم. حکم کردن به غیر الله جگم میگد، تکفیرش میکنیم. ابو صهیب این گروه 24 است. ابو صهیب گروه 24 است. یک، ابو صهیب اردوغانی است. دو، ابو صهیب عذری است. سه، ابو صهیب جاهل یک حقارتی دشنامی فساق است. چهار، ابو صهیب یک کذاب است. ابو صهیب یک مرتبه گفت زدم
ابو سعید گفت که جهل تمام گفت من گفتم قبول کردم توبه کردم گفت جهل حضور نیست اكو فهمیدم گفت من گفتم فهمیده باشی بهترین ابو سعید سال 2020 و بعد از این ابو سعید جوهیل گفتم که ابو سعید خیر الحمدلله نتحقق فهمیدی خیر است بهترین چند فرزند داری بیا شناس شویم گپ زنیم گفت من خیلی فرزند زیاد دارم زن گرفتم نکته خیر نقل نکن گفتم زن گری نگرفت نقل نکن لیکن فرزندو جیانو چه خیلی است یک 6 فرزند دارم من خیلی ماشاءالله گفتم فرزند داشته همین فرزندهای تو جیانی ما است احترامشون میکنیم من گفتم یک کم مبلغشون میتیم همین جیانو با یک شکلات یک زیوچکه گیره همچون یک دوستی برای که این توبه کرد در نزد من توبه کرد بعد از بحث مناظره ابو صهیب عذری توبه کرد اردوغان امام علی همه تکفیر کرد عذری همه خودش عذر بالجهلم نیست گفت تمام فهمیدم گفت مشرک میگم گفت برادر شدیم من یک بار خواستم که این فرزنداش به یک هدیتی هم پیامبر گفتن که تحبو هدیتی دوستی شما زیاد می شود برادری شما زیاد می شود سونی بعد خیر گفت هم گفت یا نه گفت بالاخره همین کار نشد یک روز می بینیم ابو صهیب یک رولی کرده برآورده است که رولی که شنو میشه این است که ابو محمد مدنی مرو خریدنی شد گفت آخر بیچاره ابو صهیب مگر من تو همین یک 4 تا شکلات که میخرم مگر تو ایمانت همین 4 شکلات است مگر شرمنده او بروی خودت او بروی فرزندات نریزم من همین به خاطر یک همچک احترام خودت به خاطر همین فرزندات به احترام کنید گفتم برادر شاهد هستم میگن والله اگر و همین هم به من برادرها چی کردن یک مصلحت دادن و نصیحت کردن که برادر چخیل نباشدم طالب علم اهل سنت یک تشوید بیاید یک هدیه میکنیم گفتن من گفتم بله من راضی هستم بیاید هدیه میکنیم برای خودش نیلیک برای فرزندش بعد از یک 4-5 روز میبینم ابو صهیب 120 درجه دیگر است همون چیزایی که توبه کردگی بود میگه که به من قسم بخور که ضبط کردی یا نکردی قسم بخور ضبط کردی یا نکردی من گفتم که ضبط نکرده باشم چی گفتم خیر کنین امانت است این است اون است ضبط نکردم خیر گفتم بیملال بینام من خیلی گفتم خیلی من سونی گشتن نیستم که ابو صهیب همین گپت ضبط است گفتم بعد خاموش شد گپی ضبط است لیکن ما خیانت نمیکنیم خیر صبر میکنیم شاید ابو صهیب یک روز هدایت شود ابو صهیب یک عذری جاهل است همین یک غلاغوله شود یک همین دادی فیقون بگیرد ابو صهیب عزیزش میبرد مسلمان بودنش عزیزش میبرد الله المستعان با برادرها بحث مناظره کرده است داد بعد این رودم کنده شده بود است الله المستعان محمد شریف عبدالیم یک مشرک دیگر است میگه قناعت برآمد ما به خوارجینان گفت یک مشرکی کرد 4-5 سال دادیم گم شد و رفت ما سر نکردیم مقصدی من دیگر چیز من سر نکردم ما سر نکردیم در عقیبه و گپی بد زدن را بله ابو صهیب درست گفت است امروز صدها طالب علم است طالب علم ما فقط از اونها شنیدیم که خودش میگه که من اهل سنت و جماعت هستم دیگر هیچ چیز نشنیدیم ما به برادر مسلمان میدونیم اما باید برادر ضد اهل سنت و جماعت در کفر شرک گپ زند البته ما بعد گپ میزنیم هرگز ما نگفتیم و هرگز هیچ کس هم نمیگه که همه طالب علم گمراه هستند و ما حق هستیم این گپ هیچ کس نگفته است و هیچ کس جایز نیست گفتنش طالب علم زیادی هستند اهل سنت و جماعت و طالب علم های هستند که ظاهرا ما حکم به ظاهر میتیم شاید عقیده کفری داشته باشم من بیخبرم اسلام شدیدم من مسلمان میگم بالاخره فهمیدید ان شاء الله الله اسلام بکند من یک دقیقه بیرون میشم معذرت خواهی میکنم برادرای که اینجا هستین شیخ صحبت بکنیم بارک الله فیک بعد همین مسئله خوارج هایی که شیخ بسیاری چیز گفتن ما یک چیز دیگر را در همینجا اضافتا میگم که ما یک چند کتاب هایی که درس میکنن اولا تناقضاتی که در بین اونها است
که امون ابوالغریبش شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگد که اون طلحچه دیگریش تکفیر میکند. بین خودشون ولی تناقض دارن و یا یکم مسئله. دوم مسئله از کتاب هایی که اونها درس میکنند معلفش شیخ که از کتابی مثلا شرح 40 الاجری و همچنین کتابی از کتاب سنة حرب بن اسماعیل الکرمانی و از کتاب ابانة الصغرى که اون کسا اگر به عقیده اینها گیریم اونها به عقیده اینها کفار هستند، کافر هستند و به تمام خوارجا گوید که شما برای چی یک انسان تکفیر میکنید و از کتاب های اونها درس میکنید. خیلی که یک پیشتر یک نفر نویسترم اینجا که بود شیخ ابو یوسف بود والله علم که از بله ابو یوسف بود. اونها علما ندارن از همون سلف تا امروز علما ندارن و خیر به عقیده خودشون همه را تکفیر میکنن. به این خاطر نظر من اینو فکر میکنم که ما خیلی از پیش خود گپ بزنیم. ابی عبدالله عادل ابن عبدالله آل حمدان که از سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و دیگر از سخنهای دیگر علما حتی از سخن ابن باز می آورد. اینو اینقدر وای دارن حتی از سخن ابن باز می آورد، سخنهای ابن باز می آورد. برای چی از این کتاب ها درس میکنن؟ شرمندگی در نمیجه است که اینو فکر میکنم ما از کدام کتاب درس کنیم هیچ که نمیفهمد این مردم گوسپندن دیگر برای همون جاهلیت اینو در همین است. از یک کتاب درس میکنن با تکفیرش میکنن. یعنی امروز خیلی که مثلا حکومتی ها درباری ها رو استفاده میکنن اونها هم کتاب ها رو استفاده برای نفع خود کرده ایستادن نه برای نفع دین. به منهجی عاقبتش همین است. و یگان کتاب شرح دادگی هم نیست. همون کتاب میخونه ترجمه میکند، همون ابو طلحچش میخونه ترجمه میکند. جایی که قول شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میاد طرزی منهج نظر کنید. جایی که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله را صاحب کتاب ذکر کرده است کافر مشرک میبید میگذرد میرود. همون کدامه که مقصد عربی را میفهمید کتاب هایی که زنید شیخ بسیار کتاب هایی مثلا کتاب السنه اینو را شرح دادگی است. از کتاب ابی بکر ابن محمد ابن حسن ابن عبدالله الاجری کتاب این را همون 40 حدیث که الحدیث این شرح دادگی است.
شیخ ابو عبدالرحمن امجا باشید بروید برادر بیجور هستن ابو مریم السلام عليكم ورحمة الله. سلطان نصب ترى كده سيد راح قلت بنفسي أنني لا